عزیزی دور به نامت کبوترانه درود. امروز همچو کبوتر سلام میرسانیم بهر شما. بگذار همیشه شکوفان باشید، همیشه صحت سلامت باشید. امروز ما در ماه شریف رمضان در سلطان ماه ها همراهی شما دیده به دیده رسیده ایستادیم. البته آمدیم به یکی از طربخانه های نامی شهر سمرقند، به طربخانه سمرقند برای تبریک کردن دختر نازنینشان، برای تبریک کردن خواهر نازنین از نام میرانشاه دوستی عزیزم، یکی از نوازنده های بهترین شهر سمرقند. از نام میرانشاه خواهرک نازنینش ستاره بانو رو تبریک میگویم و از نام مادر مهربان که چندین سالها در مسافرت هستند، از نام مادر جان مهربان نیز آن لحظه های خرسندی را پیشکش شما میکنیم. مانند هر روزه همراه ما مهمان این کاشانه میشویم. رفتیم. سلام، شبوی خوش آشنایی و آن مردمی دیده روشنایی، درود چنور دل پارسایان و آن شوق خلوتگاه پارسایی. السلام علیکم میگویم پیش از همه بهر تمام مهمانان این طربخانه سمرقند. من امروز در یکی از طربخانه های نامی و کهنسالترین شهر سمرقند، در طربخانه سمرقند همراهی شما در این ماه شریف رمضان دیده و دیده رسیده ایستادیم. با مناسبت که امروز هر یک کس برای خرسند کردن در این ماه شریف رمضان، برای افطار کردن در این بزم زیبا سرجم آمدیم. البته در این دسترخوان پر از ناز و نعمت، در این بزمگاه زیبای ما ستاره بانو نام یک خواهرک نازنین ما و البته مادر عروسشان کبرا خاله در جشن زادروز دارند. یک کرسک زنیم اگر به صحنه تکلیف میکنیم. مرحبا مرحبا. مرحمت ستاره بانو و کبرا خاله شمایان را به صحنه تکلیف میکنیم. السلام علیکم. حالا جانی عزیز، امروز در این ماه شریف رمضان فهمیدیم که چند روز پیش زادروزتان بوده است و امروز زادروز کلید پاشه نازنینتان بوده است. شمایان را تبریک کنی آمدیم پیش از همه از نام مادر جانشان، از نام صدبرگایتی که چند سالها باز در مسافرت هستند. امروز نیز همراه ما برای تبریک کردن آمده نتونستند. عذر پرسیدند که امروز انامین خداپاشا را تبریک گویید. بگذار ما خطا نکردم که دخترم با آن کس و دختری دادم. بگذار انامین خاندانشان فقط روزهای خرسندی شود. نبیره های ما از خودشان زیاد شده، فقط روزهای خرسندی با آمده تبریک کنیم و دخترک نازنین من ستاره بانو را تبریک گویید. امروز ما شما از نام مادر جانتان تبریک میگوییم، از نام پدر جان، از نام برادر اکجان عزیزتان که با گسترول سفری بودن من امروز دوان و تازان برای تبریک شما آمدن. از نام یکی از دایرچی های نامدار شهر سمرقند، از نام میرانشاه جان شما را تبریک میکنیم. یک کرزک زنیم همچون سورپریز خودشان آمدگی. مرحمت میرانشاه، مبارک باشد. زادروز مبارک. البته از نام این آیله، از نام این سلاله بهر کبرا خاله این دستگل زیبا یک ترسک میزنیم. مبارک باشد، زادروز مبارک. امروز ستاره بانو تا آمدن همراهی میرانشاه گفتند که باید خواهر من و جای همه برای من جان و جگری من است، نازنین قلبی من، سلطان قلبی من، یگانه سیرگویک من، یگانه جگری من خواهر نازنینی من است. هر بار که یادی مادر کنم اگر از دیدارش یادی مادرم را میابم. برایش میخواهم فقط صحت سلامتی، برایش رسانه که دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر، چشمش پر آب است و دیدار گسیل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. خواهر نازنین زادروزتان مبارک باشد. از نام مادر مهربانتان، از نام صدبرگایتی برای شما میگوییم دخترم قدری همین عشق بدان، شوهرت را دوست دار از دل و جان. دخترم در راه طولانی عمر قدم از قدمش دور نمان. دخترم شوهرم آینه ای توست، نصرت و گرمی کاشانه ای توست، و غم و شادی و بربیش و کمت همراه و همدم و همخانه ای توست. دخترم گیر دعا از مادر،
گیر دعا گوش کن حرفی سزاواری پدر. دخترم گیر دعا کی دعا به ازی هر دور و گوهر گفتن. تمام نیت های نیک رو برای شما رساندن. امروز البته در دست خاله جان نیازتان یک زر و زیوری زیباترین است که شما می ارزید. از جای مادر جانتان حتی قرصک زنیم اگر دستمانه طلا. مبارک باشد. البته ستاره بانو از نام پدر عزیزتان شاهستون خاندان، از نام استاد عزیز میزرابکه باز یک دستمانه طلا انگشترین طلا برای شما آماده کردند. مرحمت قبول کنید از نام پدرجانی عزیزتان. مبارک باشد. مهمانانی از دور و نزدیک آمده و هر یکی شما ماه شریف رمضان سلطان ماه ها را مبارکباد میگیم. در این طرف خانه زیبای ما یکی از حافظان خوش‌آواز نامدارترین جمهوری عزیز زمان که با سرایدن سرودهای دلانگیز و دلنشین از دل و دیده مردم جای گرفته است. یکی از حافظی خوش‌آوازترین روی صحنه تکلیف میکنیم آرتوق جان نوریف را. مرحبا. روزی جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روزی فیروزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. شادند از آن که روزی فیروزی شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نکویتان مبارک مبارک. دل شادم از غم همه آزادم، مایان همه دل شادم از غم همه آزادم. تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم، تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم. صد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک. Partecipazione americana si può o la play
بله بیننده های عزیزی ما تبریکات نوبتی را در طرفخانه سمرقند به انجام رساندیم. از نام برادرشان، از نام میرانشاه خواهر نازنینشان را تبریک کردیم. از نام پدر مادرشان آن لحظه های خرسندی را پیشکش شما کردیم. مانند هر روزه و هر وقته همیشگی با ما باشید. با شبکه شهنان برای میرانشاه موفقیت میخواهیم که نام دهه عزیزمان را، نام سمرقند را به جهان معروف کرده ایستاده است. البته در روزهای نزدیک همراه آن با یک نوار را تیار میکنیم. رحمت برای شما، سلامت باشید. روزی جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادیم از غم همه آزادیم، مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم. تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم، تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه، ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه. در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه، در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه. امروز که روزی جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روزی فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروز شما. شادند از آن که روزی فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک.